حکومت خوب، مثل ایده حقوق بشر و از جمله فدرالیسم، اینها ابزارهایی هستند برای زندگی بهتر و برای تأمین سعادت دنیایی افرادی که در اون واحد سیاسی و یا در اون واحد جغرافیایی در حال زندگی کردن هستند. اهمیت این نگاه به نظر من این هستش که مادامی که ما به این ایده ها که ایده هایی است تجربه شده بر اساس سرگذشت و سرنوشت انسان که در سالهای مختلف اون رو پیگیری کرده و اون رو به دست آورده، یک نگاه ابزاری و کارکردی داشته باشیم، نه یک نگاه هدفی، این هستش که ما در قالب و در محدوده های ایدئولوژیک باقی نخواهیم موند. به نظر من تبدیل شدن فدرالیسم به هدف یک خطر عمده داره و اون هم ایدئولوژیک شدن این موضوع هستش. باعث میشه که ما نتوانیم اون رو به عنوان یک ابزار نقد بکنیم، اون رو به محک بگذاریم. تجربه بشر امروز دموکراسی است، معتقده که یکی از بهترین روش‌های و بهترین شیوه‌های اداره جامعه دموکراسی است و همینطور که عرض کردم 40% کره زمین، جمعیت کره زمین رو پذیرفته که فدرالیسم یکی از الگوهای مناسب در واقع اداره جامعه است. اما ممکنه همین بشر و همین انسان در سالیان آینده به یک نتیجه دیگه‌ای برسه که امکان برآورده کردن آرزوها و تحقق یک سعادت و رفاه در زندگی دنیایی اون رو فراهم بکنه. اگر ما به چشم در واقع هدف این موضوع فدرالیسم نگاه کرده باشیم، تغییر مسیر و در واقع رفتن به سمت اون ایده جدید برای ما مشکل ایجاد میکنه. به همین دلیل من معتقدم که نگاه ما به موضوعاتی مثل فدرالیسم بهتره که یک نگاه کارکردی و نگاه اثر بخشی در واقع باشه. در یک چنین حالتی ما دیگه نه از فدرالیسم میتونیم تابو بسازیم و نه از اون غولی میسازیم که در واقع قرار هست که کل جامعه ایران رو به فنا بده. فقط یک ابزاری است برای بهتر شدن زندگی مردمان. اگر از هر طریق دیگری هم، چون من معتقدم که پدیده های طبیعی و پدیده های علوم انسانی آنگونه نیست که تنها یک راه حل برای حل اونها وجود داشته باشه. مسئله ملیت های ایران به نظر من یکی و البته بهترین و تجربه شده ترین اونها فدرالیسم هستش که ولی در این حال ممکن است راه حل های دیگری وجود داشته باشه. اگر حقوق ملیت های ایران از راه های دیگری هم برآورده بشه و بتوان اون رو اثبات کرد، اثر بخشی بهتر اون رو و در تجربه هم ثابت شده باشه، چه اشکالی داره ما موضوع دیگری رو در واقع میتونیم بپذیریم. عده‌ای وقتی که نام فدرالیسم را در واقع میشنون از خودشون واکنش نشون میدن و حساسیت‌هایی به نسبت فدرالیسم درست شده. همونطور که صحبت کردیم در خصوص اینکه بعضی‌ها معتقدن که مایه تجزیه و اینا میشه. آیا واقعاً ایران کنونی تجزیه شده نیست؟ پاسخ به این سوال شما که در حال حاضر ایران کنونی یک تجزیه شده هستش یا نه، واقعا شاید از لحاظ مصداقی و مفهومی کار ساده‌ای نباشه. واقعا ما در حال حاضر یک کشور متمرکز متشکل از تعداد 30 استان با یک ساختار حکومتی متمرکز رو شاهد هستیم و نمیشه گفت که کشور ایران یک کشور در واقع تجزیه شده هستش. اما به نظر من اون چیزی که تهدید کننده این پیوستگی و همبستگی است، اون چیزی که تجزیه ایران رو در یک دورنما به وجود میاره، اتفاقاً طرح موضوع فدرالیسم نیست، بلکه علت‌هایی است که به خاطر اون ما فدرالیسم رو طرح می‌کنیم. همینطور که خدمتتون عرض کردم، فدرالیسم فی نفسه برای ما یک هدف نیست. ما امروزه در کشور خودمون ایران با یک جامعه از هم گسیخته مواجه هستیم. بخشی از این از هم گسیختگی وضعیت بغرنج و اسفبار ملیت‌های ایرانه. به طور مشخص مسئله کرد، شما امروز شاهد هستید که
کردها در ساختار قدرت هیچ نقشی ندارند. از لحاظ اقتصادی جزو عقب مانده ترین در واقع مناطق ایران هستند. از نظر اجتماعی جزو توسعه نیافته ترین مناطق ایران هستند. تبعیض‌های مختلف در واقع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مسائلی از این دست، مثل اینکه اجازه داده نمیشه اصلا کردها به زبان خودشون بنویسند و یا در واقع حرف بزنن، این مسائل باعث شده که موضوع و مسئله‌ای به نام مسئله کرد که بخشی از مسئله ملیت‌های ایرانه به وجود بیاد. البته این وضعیت در مورد عرب‌های ایران، در مورد بلوچ‌های ایران، در مورد ترکمن‌ها و حتی در مورد ترک‌ها، که ترک‌ها البته خب از لحاظ وضعیت اقتصادی و حضور در ساختار قدرت ایران وضعشون با کردها فرق میکنه، اما باز اونها هم از بسیاری از حقوق ملیتی و قومیتی خودشون، مثل نوشتن، مثل آزادی در عمل به اون سنت‌های فرهنگی خودشون، در محدودیت‌های شدیدی قرار دارن. این مشکلات باعث شده که جریانات، احزاب و یا اشخاص یک ایده هایی رو برای حل این مسئله ها مطرح بکنن که یکی از اونها فدرالیسمه. یعنی در واقع یک عوامل دیگری است که داره همبستگی ما رو تهدید میکنه: تبعیض، نابرابری، فقر، توسعه نیافتگی اقتصادی، پایین بودن میانگین امید به زندگی در کردستان و در سیستان بلوچستان. اینها هستش که داره همبستگی ما رو تهدید میکنه، نه فدرالیسمی که ما اون رو مطرح میکنیم برای حل این در واقع مشکلات. و فقط این مشکلات نیست. جامعه شما امروز، من معتقدم که اختلاس 3000 میلیارد تومانی که در این روزها در واقع موضوع اصلی رسانه ها هستش، این خطر هستش که همبستگی ملت ما رو تهدید میکنه. آنچه که ما طرح میکنیم یا گروه های مختلف طرح میکنن تحت عنوان فدرالیسم، این اتفاقا راه حلی است برای تقویت همبستگی. نظام و سیستمی که کارگزاران اون، این آقایی که یکی از آقایونی که این اختلاس رو در واقع دست داشته در این اختلاس، مشخص شده که یک در واقع کاخی داره در کانادا که در واقع چیزی حدود 3 میلیون دلار قیمت اون هستش. این اختلاس که جامعه ما و مشابه های این اختلاس، انسداد سیاسی که در جامعه ما به وجود اومده، بستن همه احزاب، فرمایشی شدن انتخابات، برخورد با فعالان فرهنگی، بستن روزنامه ها، نبود آزادی بیان، پر شدن زندان ها، اینها هستش که به نظر من تهدید کننده همبستگی. ببینید تجزیه، من میخوام خدمتتون اینطوری عرض بکنم که ما سالیان سال هستش که داوطلبانه کردها، ترکها، عربها و همه مجموعه واحد جغرافیایی ایران داوطلبانه در کنار همدیگه زندگی کردند. اون چیزی که اینها رو به هم پیوند داده، کسب اجتماعی و همبستگی اونها، زور نبوده. به نظر من زور و اون چیزی که مثلا فرض بفرمایید یک حکومت متمرکز، حالا فرق نمیکنه به شیوه پهلوی ها یا به شیوه جمهوری اسلامی، این اون نبوده که باعث حفظ این همبستگی شده. عدالت و امید به برقراری عدالت و رفع تبعیض‌ها، این بوده که باعث شده ما در کنار همدیگه زندگی بکنیم. البته باید به این نکته هم توجه کرد که این تمایل داوطلبانه تا قیام قیامت ادامه پیدا نخواهد کرد. اگر ما نتوانیم مسئله ملیت‌های ایران رو حل بکنیم، حالا پیشنهاد یک عده فدرالیسمه، عده دیگه بیان یک پیشنهاد دیگر رو مطرح بکنن، راه حل ها و ایده های مختلف دیگری رو مطرح بکنن. اما اینجا در واقع اینو میخوام زیاد کنم که در واقع نام فدرالیسم همچنان که گفتیم به عنوان یک ابزار، اگه تحت عنوان هر نامی هم باشه حقوق ملیت ها داده بشه، اون وقت هم هیچ مشکلی نخواهد بود برای ملیت ها. دقیقاً. یعنی ما بحث اصلیمون رفع این تبعیض ها، تأمین حقوق ملیت ها. اگر با هر روش دیگری غیر از فدرالیسم
برآورده بشه. خب چه اشکالی داره؟ من عرض کردم اینجا فدرالیسم هدف نیست، اینجا رفع تبعیض از کردها، رفع تبعیض از ترکها، از بلوچها و اتفاقا پیوستگی ملت و حفظ این همبستگی هدف هستش. اگر ما نتوانیم، این رو داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که این پیوستگی و تمایل داوطلبانه برای ادامه زندگی در واحد جغرافیایی ایران به نظر من یک امر حتمی، همیشگی و پایدار نیستش. اگر ما نتوانیم این مشکلات رو حل بکنیم، اگر ما نتوانیم این تبعیض‌ها رو برطرف بکنیم و یک مدل و الگوی حکومتی مناسب که به نظر من فدرالیسم و یک حکومت فدرال دموکرات هستش رو برقرار بکنیم، هیچ بعید نیست که در آینده بحث جدا شدن تقویت بشه، به خاطر اینکه هیچ ضرورتی نداره که تا قیام قیامت مردمانی تحت ستم باشن و این ستم رو تحمل بکنن. حتی خداوند هم ستم رو روا نمی‌داره و معتقد کسانی که ستم رو میپذیرند با ستمگر شریک هستند. بله، در گذشته نوعی فدرالیسم بر ایران حاکم بوده، یک سیستمی بوده در واقع نوعیتی از فدرالیسم به اسم ممالک محروسه. آیا در اون زمان در واقع سیستم فدرالی که بوده حق ملیت ها داده شده تو موقع؟ ببینید، در طول سالیان گذشته، یعنی در طول قرون، ما شاهد سیستم های مختلفی بودیم در ایران، مثل سیستم ساتراپ ها یا مثل ممالک محروسه که تقریبا تا اواخر زندیه و اوائل قاجار ادامه پیدا میکنه. با اینکه نمیتوان همه مختصات یک فدرالیسم رو نسبت داد به این الگوهای قدیمی، اما به نوعی نحوه این حکومت ها، یعنی اینکه حکومت مرکزی وجود داشته و حکومت‌های محلی که به طور مشخص حکومت‌های کرد یا حکومت‌های دیگری در ایران وجود داشته، میشه این رو یک شکل تقلیل یافته‌ای از فدرالیسم به حساب آورد و اتفاقا این پاسخی است به کسانی که معتقدند فدرالیسم باعث تجزیه ایران خواهد شد. اصلا این گونه نیست. سیستم ساتراپ ها یا سیستم ممالک محروسه به نوعی میشه اون رو یک شکل ابتدایی از فدرالیسم به حساب آورد که اتفاقا ما در اون زمانها مسئله‌ای به نام مسئله ملیت ها نداریم، چون در عین حالی که یک حکومت متمرکز وجود داره، حکومت های محلی هم وجود داشته، مشابه همون طرحی که در فدرالیسم خدمتتون عرض کردم، و اینها در کنار همدیگه در یک توزیع قدرت عادلانه و در یک شرایط نسبتاً برابر همدیگر رو تحمل می‌کردند و اتفاقاً در اون زمانها ما از ضریب همبستگی بالاتری در واقع برخوردار بودیم. آنچه که به نظر من اهمیت داره این هستش که ما نمیتونیم به گذشته برگردیم، یعنی نمیتوانیم سیستم ساتراپ ها یا سیستم در واقع ممالک محروسه رو دوباره به وجود بیاریم. ما در زمان حال و برای آینده زندگی میکنیم. ما میتونیم در واقع متناسب با شرایط زمان خودمون که باید همین گونه باشه، بسته به شرایط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و البته قومی، نوعی از فدرالیسم رو تعریف بکنیم که البته این توافقی است که بعدها مردم باید در مورد اون تصمیم بگیرن. امروز اشخاص و جریان‌های سیاسی فقط مطرح کننده کلیات هستند. بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از شرکت جناب عالی در این برنامه. خواهش میکنم. بنده تشکر میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. بله، بینندگان تلویزیون تیشک، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر در خصوص فدرالیسم، شب خوش.